بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و مادران عزیز، تمامی هموطن و همزبانانی که بنده را میبینید هر کجا باشید، در پناه پروردگاری یگانه باشید. امروز به نزدتان به یکی از موضوعهای خاصی زنانه آمدم، آن هم با نام 5 صفت یا 5 خصلتی که زن را در نزد شوهر عزیز میگرداند. زیادی خواهران شکایت میکنند و مخصوص به بنده می نویسند که چیکار کنم که شوهرم مرا دوست نمی دارد، یا هیچ احترامی در نزد شوهرم ندارم، یا بعضیا میگویند خیلی دردناک است وقتی شوهر در خانه می نشیند و با تلفن همسر رو یا زنی خانه رو به خواهر و برادرش، به مادرش، به نزدیکانش بد میگوید و میگوید زنی من این گونه کمبودی ها دارد، یا من بیزار از دست این هستم، یا اینکه مرا از دست من رها کنید. عموما از زنی خود شکایت میکند و من اینجا خواستم 5 خصلت را به خواهران رسانم که آن هم همش از قرآن و از سنت است، از حیات صحابگان است که چگونه یک زن میتواند در نزد شوهری خود عزیز باشد. پیش از آن که داخل موضوع شوم عزیزان، هر کسی که شوهری معتاد یا مشغول مواد مخدر دارد، هر زنی که شوهرش عرق خور است و همیشه مشغول نوشیدن است، هر زنی که شوهرش زینوگر است، هر زنی که شوهرش بیماری روانی یا گناههای کبیره رو بر علا انجام میدهد، این موضوع برای این خواهرها نیست. برای اینکه موضوع این خواهرها جداگانه است. یعنی یک زنی مسلمان نمازخوان نباید با یک مرد عرقخوری همیشگی، با یک مردی که مواد مخدر استفاده میکند یا آشکارا به زنا میرود، با این گونه مرد نباید زندگی کند. این موضوع تماما دیگر است که دربارش انشاءالله در موضوعهای دیگر صحبت خواهیم کرد. موضوع من خاص برای زنهایی هست که شوهری عادی معمولی دارند ولی باز هم شکایت از آن دارند که در نزد همین شوهرم اگرچه نمازخوان است، اگرچه مرد بد نیست، اگرچه حرامخور نیست، باز مرا هیچ احترامی نمی کند، یا اینکه مرا دوست نمی دارد، یا من بر اعلا احساس می کنم که از من به دیگران شکایت می برد. پس چی کار کنم؟ پیش از همه خواهران عزیز، هر کسی که رابطه‌اش با پروردگارش ضعیف است، هر کسی که با پروردگار راز و نیازش کم است، هر کسی که در قلبش به جای پروردگار مخلوقات را جای کرده است، هرگز امید نبرد که انسانها او را احترام میکنند. وقتی در نزد پروردگار قدر نداره، در دل مردم هم جای نمی شود. آره بعضی ها هستن اهل فساد هستن، مردم آنها را با تملق و خوشامدگویی همیشه تعریف میکنن، اما آن با قلب نه، همش با زبان است، آن هم با طمع چیزی از آنها رویانیدن. در آیت قرآن کریم است، در سوره مریم الله میگه ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هر کسی که به الله ایمان آورد و عملهای صالح انجام دهد، پروردگار محبت این نفر را در قلب مردم جای می کند. چه شوهرت باشد، چه فرزندت باشد، چه اطرافیان باشد، وقتی در حقیقت ایمان به الله یگانه داری و در قلب تو محبت اول محبت الله هست، سپس رسولش، هرگز تو در این وقت نباید بیم داشته باشی که کسی مرا بد می‌بیند یا دوست می‌دارد. و اینجا در مسند امام احمد هم حدیث است که وقتی انسان با عملهای صالح به پروردگار نزدیک شد، البته با ایمانش، با عملهای صالحش، با خالصانه عبادتش، پروردگار به جبرائیل ندا میکند که من فلانی را دوست بداشتم، تو هم دوست بدار. سپس جبرائیل به اهل سما، به تمام ملائکه ها صدا میزنند که پروردگار فلان بنده را دوست داشت، شما هم دوست بدارید. تمام فرشته ها او را دوست می دارند. سپس وقتی که تمام اهل آسمان یک انسان زمینی را به خاطر اینکه با عملهای صالحش و پروردگار، یعنی محبتش را پروردگار قبول کرد و به دیگر بنده هایش امر کرد، یا گفتیم فرشته ها امر کرد، وقتی که تمام اهل سما یا اهل آسمان او را دوست می دارند، خود از خود محبت آن انسان در قلب بنده ها جای می شود. و البته بنده های مؤمن خدا ترس، کافر یا گفتیم منافق که هرگز یک مؤمن را دوست نمی دارد. برای همین هم خواهران عزیز، وقتی شکایت دارید که چرا شوهرم مرا دوست نمی دارد، چرا من اصلا احترام ندارم، چی در نزد شوهر چه در نزد مردم، یکی فکر کنید شاید که پروردگار در قلب شما همان گونه‌ای که باید باشد وجود ندارد. شاید همان گونه‌ای که شما بندگی انجام دید، همان گونه‌ای که با خالقتان در رابطه‌های پنهانی، صحبت‌های پنهانی داشته باشید، همان گونه‌ای که با عمل‌های صالح به پروردگارتان نزدیک باشید، این گونه عمل‌ها در شما نیست.
برای همین هم چون پروردگار با عملهای صالحتان شما را قدر نمی کند، دیگران هم قدر نمی کنند. پس اولین قاعده این است که رابطه خود را با پروردگار ما قوی کنیم. سپس می بینیم که یک بار احترام ما از شوهر شروع کرده تا دیگران زیاد می شود. و دومین چیزی که یک زن می تواند با این خصلت در نزد شوهرش عزیز گردد، این احترام و اهمیت دادن به آن چیزی که شوهر دوست می دارد. یعنی اگر ما به زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه خدیجه نگاه کنیم، زندگی طولانی که جوانی خود را با حضرت خدیجه گذرانیدند، اون هم زنی که 15 سال از ایشان بزرگ بود. در ما احادیث در صحیح مسلم و بخاری هست که حضرت عایشه وقتی که به پیامبر رشک میکردند که چرا اینقدر اون زن را یاد میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من چیزهایی را از اون زن دیدم که از شمایان ندیدم. و البته میتوانید درباره حضرت خدیجه نوار دارم در همین کانال، از آن استفاده کنید و ببینید که حضرت خدیجه چیکار کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم اینقدر محبت این زن را پس از مرگش هم فراموش نکردند و حتی خواهر خدیجه و دوگانه های خدیجه رو فراموش نمیکردند، قربانی کردن به آنها هدیه میفرستادند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم هنوز پیامبر نشده بودند و به غار میرفتند، اون هم یک روز دو روز نه، روزهای دراز. تصور کنید یک مرد که 4-5 کودک دارد، اون هم همش خردکک، از خانه برآمده می رود. به کجا می رود؟ به کوه، به غار. در آنجا می گوید من می روم و فکر می کنم درباره آفرینش زمین و آسمان، درباره دین بابایم، درباره دین ابراهیم، درباره عموما شرک و بت پرستی مردم. یک روز، دو روز، 3 روز، چند روز در این باره فکر میکند. به خانه برمیگردد، به جای اینکه زنش بگوید کجا بودی، مرا با بچه ها مانده کجا رفتی، میگوید نه، به تو چیزی لازم است، میخواهی آذوقه توشه برایت بدهم، این توشه رو بگیر، اگر میخواهی برگرد، تو که این رو دوست میداری من دیگر به حالت میگذارم. هرگز در جای نخوانده اید که حضرت خدیجه قهر کرده باشند یا گفته باشند که تو کجا میروی، چی کار میکنی، به تو چی اصلا. نه، همیشه برعکس، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم لرزیده و البته از آن خوفی دیگر طبیعی است که یک فرشته رو یا جسم غیر آسمانی رو میبینید دویده میآیند، به جای آن بگویند که خوب شد همیشه مرا پرتفته میرفتی، این بار ترسیدی دیگر نروی. نه، والله لا یخزیک الله ابدا، هرگز رو الله خار نمیکند. شوهرم، تو انسانی خوب هستی، به کم بغلان کمک میکنی، دست درمانده رو میگیری، با خویش و تبارت خوب هستی، هرگز نترس، این چیزی که تو دیدی این رحمت برای تو هست. یعنی دستگیری یک زن رو نگاه کنید و اهمیت دادن یک زن رو به اون چیزی که شوهرش اهمیت میدهد. یک چیزی که شوهر همان رو میخواهد و اهمیت میدهد، مادامی که گناه نیست، زن باید به اون اهمیت دهد، به اون احترام گذارد، چی طلب علم باشد، چی بعضی مشغولیت های مباح باشد. اگر اینجا گفتیم نه، کاری که شوهر من دوست میدارد گناه است، این مسئله جداگانه است. بعضی برادرهای هستند که دوست میدارند زیاد با خویش و تبار خود رعایت کنند، برادرهای هستند که دوست میدارند در خدمت مردم باشند، برادرهای هستند که دوست میدارند در طلب علم باشند، برادرهای هستند که دوست میدارند در سفر باشن، یعنی با سفر میخواهند تجارت کنن یا درآمد کنن. به حالشان مانید، طرفدارشان باشید، کاری که آنها میکنن گناه نه. وقتی که آنها چیزی رو که دوست میدارد و احترام قائم است، شما هم احترام گذاشتید، یک بار میبینید که مناسبت شما چگونه دیگر میشود. چیزی سوم یا گفتیم قاعده سوم خواهران عزیز، درک کردن احوال شوهر میباشد. یعنی اینجا خواهرانی هستند که نگاه نکرده شوهر شرایط دارد شرایط ندارد، از او طلبات های زیاد میکنند. یعنی به من این خر، به بچه‌ت این خر، خانه رو باید این گونه تعمیر یا گفتیم ریمونتش کنی، باید این چیزها رو به خانه بیاوری. پروا ندارند شوهر میتواند یا نمیتواند، حاضر احوالش یا حالتی که او هست مساعد است یا نه. زنهایی هستن که میگن حاضر باید با مادرت در این موضوع صحبت کنی، در حالی که شوهر 100% میداند که حاضر وقت صحبت کردن نه. یعنی حالت شوهر رو درک کردن که آیا چیزی که تو میخواهی الان از عهده‌اش میبراید یا نه، الان عموما برای این چیز قادر است، توانی دارد یا نه. این درک کردن احوال یک نفر الکه معنیش این است که من تو رو میفهمم، من همراه تو هستم، من شریک تو هستم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم 29 روز تقریبا 1 ماه گفتیم با همسران خود قهر میشوند. حدیث در بخاری هست. سببش چی است؟
زنهای پیامبر صلی الله علیه و آله میگن به ما زیادتر نفقه کن. پیامبر که از اهل دنیا نبودن. پیامبر عموما از زیب و زینت دنیا یا گفتیم خانه هایی که از همه لحاظ از همه جهت مهیا باشد این گونه چیزها رو نمیخواستن. حتی خوراک های با لذت رو هم نمیخواستن، یعنی نمیخواستن از اهل دنیا باشن، در حالی که این همه خزینه های الله بعد از اینکه اسلام قوی شد به دستشان بود. میخواستن خاکسارانه زندگی کنن، با شکم گرسنه زندگی کنن، با لباس های خاکسارانه و کم زندگی کنن. وقتی زنهای پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند ما هم میخوایم یکم زندگی ما تغییر یابد، پیامبر یک ماه همسران خود را ترک کردند و حتی نزدیک بود طلاق دهند که حتی در بین مردم شایعه شده بود که پیامبر زنهایش را طلاق داده است. ببینید درک نکردن احوال پیامبر که پیامبر از اهل دنیا نیستند سبب شده بود پیامبر صلی الله علیه و آله بگویند من 9 تا زن باشد همش رو طلاق میدیم، با یگان تا این زندگی نمیکنم. پس یکی از سبب‌های بدبینی شوهر زن رو این است که زن حالت شوهر رو درک نکند. پیش از آن که چیزی رو از شوهر طلب کنید، پیش از آن که خواسته یا کار رو نقشه کشید که این رو با شوهر میکنم، حتما ببینید که آیا شوهر مادی و معنوی این کار رو کرده میتواند یا نه، شرایط دارد یا نه. شرایط فقط پول نمیشود، بعضا میشود که خیلی یک حالت های می شود که پول داری، همه چیز داری، دستت به مهمانی نمی رود، برای اینکه در دلت غم هست، بیمار هستی، درد سر هستی، خسته هستی، مشکلی داری که کاری که زن می خواهد نمی تواند شوهر انجام دهد. اما همین حالتی شوهر رو درک نکرده، باز هم نه ما توی داریم باید انجام دی، من مهمان می روم باید انجام دی، به خانه ما کس می آید باید انجام دی، به من اصلا فرق ندارد تو پول داری نداری، قرض بگیری هم باید مرا به اونجا گسل کنی یا از اونجا فریاد کنی. این عموما درک نکردن حالت شوهر است که حتی به طلاق میبرد. به طلاق نبرد هم این گونه یا تا اندازه اعتماد شوهر رو از شما میگیرد که میگوید یک زنی هست که پروا ندارد اصلا من چی میخواهم، پروا ندارد اصلا من در کدام حالت هستم، پروا ندارد که من آیا چیزی که او میخواهد و طلب دارد کرده میتوانم یا نه. و گفتی خودمان پایهایش رو، هر دو پایش رو داخل یک موزه کرده است و همیشه طلب دارد که من دیگر بیزار از این هستم. یعنی یکی از سبب‌های بدبینی و عموماً به احترام شدن زن‌ها این است که احوال شوهر رو، خستگیش رو، غمش رو، بی‌پولیش رو، بعضاً بیماریش رو، ناداریش رو پروا نکرده از او طلب داریم، در حالی که او قادر نیست و اگر انجام دهد هم با یک عذاب دیگر قدر ما در نزد او صفر می شود. چیزی دیگر عزیزان، یکی از چهارمین قدم ما یا گفتیم چهارمین شرط یا قاعده که زن رو میتواند در نزد شوهر عزیز کند، این مسئله حفظ اسرار او می باشد، یعنی نگاه داشتن سر و اسرار شوهر می باشد. وای چی کم هستن زنهایی که اسرار شوهر را نگه می دارن، مخصوصا شوهر مبادای زن دوم گرفت دیگر تمام است، تمام کلی حیات شوهر رو به دیگران نقل میکنن که او زن دوم گرفت، با زنش این میکرده است اون میکرده است، با من این کرده بود دیگر کنای مردم میشود، کنای معرکه می شود. یک فیلم با یک چند سری پیدا می شود درباره شوهری که او دوم زن گرفت. چند برادرها رو درباره عیبش ما چیزی رو نمیدونستیم تا زمانی که زن دوم گرفتن، بعدن زن یکم کلا آشکار کرد که بودن او رو، که دیگر آبروی نه عالم ما نه طالب علم نه یک انسان درست. پس اینجا خواهرانی که سر و اسرار شوهر خود را پهن میکنید و این چونین علل خصوص به خاطر زن دوم یا سوم گرفتنش دیگر او را در کوچه و بازار و ببخشید خر و حیوان باشد هم در نزد او نشسته بدش میکنید و غیبت میکنید، بدونید که هیچ قدر نه در نزد مردم نه در نزد شوهر خود، البته نه در نزد پروردگار خواهید داشت. ببینید در ما الله وقتی در صفت زنهای صالحه صحبت میکند، الله میگوید الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. زنهای صالحه، زنهایی که قانت هستن، یعنی زیاد با پروردگار دعا میکنن، در عبادت هستن، حافظات للغیب، سر و اسرار شوهر خود را حفظ میکنن
به همه از چیزهایی که نباید گفته شد از آن نمیگویند. کارهایی هست، خصلت‌های شوهر است که آن را فقط زن میداند. اگر زن به دیگران گفت دیگر شوهر شرمنده می شود، بی آبرو می شود. برابر شوهر سر و اسرار خانواده شوهر، سر و اسرار مادر شوهر، خواهر شوهر، برادر شوهر، کلی عائله شوهر، اینها همش در دست شما امانت است. وقتی سر و اسرار یک عائله رو یا شوهر خود رو بیان کردیم، چی انتظار هستیم که او ما رو بعداً دوست بدارد و ما مناسبت خوب داشته باشد؟ شب و روز میگوید یک خائن هستی، یک خبرکش هستی، یک نفری هست که به خانه من اومدی که خانه بسازی اما فقط مرا شرمنده کردی. ببینید در ما پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث در صحیح مسلم بود خطا نکنم، میگویند بدترین مردهایی هستند که با همسر خود خلوت میکنند و سپس برآمده به دیگران خبر میدهند، یعنی اسرار زن خود را به دیگران میگویند. عیناً همین گونه بدترین زنهایی هستند که سر و اسرار شوهر را به دیگران میگویند. نه من دلم رو خالی میکنم، نه من اگر نگویم دلم میکفد. یعنی تو با شرمنده کردن شوهرت دلت میکفد؟ با بیان کردن کل سر اسرار یک مرد که دیگر آبرویش را زیر پا میکنی، برابر این آبروی فرزندان خود را که اون مرد پدر فرزندان تو هست زیر پا میکنی، با این دل تو خالی میشود و آرام میشود؟ چی یک سخن احمقیه که در زیاد زنها شنیده میشود، دلم رو خالی کردم، بعد از وقت میبینید کلی آبروی این مرد هم خالی میشود. برای همین یکی از مهمترین قاعده دیگر این است که سر و اسرار شوهر را نگه دارید، سر و اسرار خانواده شوهر را هم که ناموس شوهر شما هست. اور گناه کرد، خطا کرد، با دل شما خنجر زد، با احساسات شما بازی کرد، او به این کارهایش جواب میگوید. اما وقتی همچون انتقام سر و اسرار او را به دیگران گفتید، از او هم زیادتر شما گناهگار میشوید و هیچ عزت در نزد زنی که در همه جا از عیب شوهرش و خانواده شوهرش میگوید نمیماند. و وقتی که زن در ببینید میروی به یک دوگانت، به یک همسایت، به یک کدام از عیبهای شوهرت میگویی و فکرت چی میشود بعد از این؟ اون نفری که از تو شنید چی میگوید؟ رحمت بهترین، ماشاءالله به من گفتی من فایده گرفتم. یا میرود و اون رو به دیگران میگوید که این کاری بسیار زنهای بیهوده کار است یا بیکاره هست. اما در اینجا چی خنکیه، چی بی‌آبرویی در خانه می شود. پس قاعده مهمی دیگر حفظ کردن اسرار شوهر است. اور بعضی خاراکترها دارد یا بعضی خطاگی ها دارد که ما باید به کسی بگوییم و از او مشورت پرسیم. مسئله مشورت پرسیدن یا استفتاء میگوین فتوا پرسیدن چیزی دیگر است. فتوا رو شما میروید از یک عالم میپرسید، اما مویون درد دلگویان به همه از اسرار شوهر میگوییم. چه خیلی گفتم خاصتا مبادا شوهر زن دویم گرفت یا گرفتنی هست، دیگر میبینید که چه معرکه میشود و این زن تا آخر عمر در نزد شوهر خود هرگز عزت پیدا کرده نمیتواند. و مسئله دیگر و پنجمین قاعده اساسی عزیزان، این زیب و زینت زن و آرامش خانوادگی هست. آرامش خانوادگی هست. و در ما حدیث پیامبر است که بهترین زنهایی هستند که سر و اسرار تو را نگه میکنن، نگه میدارن و این چنین وقتی به اون نگاه میکنی خوشحال میشوی. یعنی خوشحال شدن از مسئله در خانه برای شوهرش ظاهر یا گفتیم خودش را زینت میدهد، ظاهری خود را زینت میدهد. ببینید زنهایی هستند که برای مهمانی رفتن تا 1 ساعت و 2 ساعت زیب و زینت میکنند. زنهایی هستند که از اینکه توی میروند برای خود چندین روز لباس میکوند یا برای مهمان 2-3 ساعت خانه آراسته میکنند. اما برابر این حتی زنهایی هستند که ماها به سر خود شانه نمیزنند. سرشان مثلا دختره که 35 ساله گفتیم سرش سفید است، هرگز به سرش رنگ نمی کند که برای این وقت ندارد. برای خود وقت نداشتن برای یک زن شوهردار معناش این است که برای شوهر وقت ندارد. چون که طبیعت مرد چگونه که در قرآن گشته و برگشته درباره حورالعین الله صحبت میکند، زنهای دوشیزه زیبای جنتی، چون طبیعت مرد همین را تقاضا میکند. او میخواهد زن زیبایش در خانه باشد، زنی باشد که چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن نگاه کردی خوشحال شوی از اینکه همیشه ظاهری تازه و آزاده دارد. زنهایی که عموما پروا ندارید که شما آیا برای شوهر خود در خانه زینت میکنید یا نه، چی شوهر از کجا برای شما
احترام قائم می شود و از کجا شما رو احترام می کند. وقتی می گوید به خاطر من این حتی داخل حمام نمی شود، به خاطر من به سرش شانه نمی زند، به خاطر من این لباس نمی خرد، لباس هایش به خاطر مهمانی رفتن است. یعنی یکی از مصیبت ها علل خصوص بالای زن های تاجیکستانی ما اکثریت بعد از کودک دار شدن فراموش می کنیم که ما زن هم هستیم. دیگر فراموش می کنیم که ما چی کارهای دیگر باید در خانه انجام دهیم. یک زنک می تواند همراه عمه بچه‌اش، خاله بچه‌اش، همسایه‌اش تا 3 ساعت در تلفن صحبت کند یا در خانه صحبت کند، 15 دقیقه برای جسم خودش را آماده کردن وقت ندارد. بعد از این میگویند شوهر من چشمش به دیگر زنها هست، شوهر من از دیگر زنها صحبت میکند و میگوید زن این باید باشد، اون باید باشد. شاید شما که تماما به خود اهمیت نمیدید و باز کذابین هم هستن. بعضیا میگن شریعت اجازه نمیدهد، گویا که در اسلام یک چند نمود آرایش هایی که حلال است، از قبیل رنگ کردن موی یا قیچی زدن موی که کوتاه کردن موی در نزد تمام علما اجازت است. و در ما حدیث در صحیح مسلم است که همسنان پیامبر صلی الله علیه و سلم به موی خود قیچی زده بودند. البته بعد از مرگ پیامبر، چون موی های دراز زیب و زینتی زن هست، در آن وقت هم بود. یگانه وقتی موی بریدن موی به مرد مانند نمی شود، انا این حرام است، گناه است که زن خود را به مرد مانند کند. اما غیر این با قیچی زدن گفتیم، کوتاه کردن گفتیم، یا گفتیم رنگ کردن باشد، بجز قاش ها چیدن دیگر موی ها باشد، اینها همه چیزهای حلال و جایز است که یک زن مسلمان میتواند انجام دهد. پس قاعده پنجم اساسی این بود که آرایش مخصوصی که برای شوهر است که شریعت اجازت میدهد و وقتی یک زن مخصوص برای شوهر اجازه داد آرایش کرد، ببخشید، این معنای آن را دارد که تو را احترام میکنی، عزیزش میدانی، برای همین برای او وقت جدا میکنی، چگونه که برای مهمان وقت جدا میکنیم. این بود عزیزان 5 قاعده اساسی. و مسئله دیگری هست درباره مناسبت کردن با خویش و تبار شوهر، با خوش‌دامن، با خواهر شوهر، با برادر شوهر که خیلی موضوع وسیع هست. باذن الله در این باره هم یک موضوع دیگر خواهم کرد که همراهتان صحبت میکنم. در پناه الله یگانه باشید. پروردگار نصیبتان کند که زندگی آرام داشته باشید. تا که زندگی آرام اگر داشته باشید شما می توانید پیشروی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.